سلام. امروز اومدیم یه آنباکسینگ داشته باشیم از اسکوتر نیو KQi 3 پرو. فقط قبلش یه سری توضیحات من بهتون بدم. این اولین ویدیویی که من دارم رکورد میکنم و شما میبینین. خیلی دوست دارم که بیشتر محتوای کانالم به سمت توضیح دادن شرایط یک دانشجو در کشور اتریش باشه. خیلی از دوستا حتی میگن که چرا آقا تو این ویدیو آنباکسینگ انگلیسی صحبت کردی، خیلی جاشو چرا جوگیر شدی؟ اصلا اینطور نیستش، چون دوتا از دوستای انگلیسی زبانم اینجا بودن و متاسفانه فارسی زبان نبودن و مجبور میشدم یه سری جاها رو انگلیسی بگم، حالا نمیدونم به صورت ناخودآگاه، چون دوست خارجی زبان توی جمع ما بود. عرضم به حضور شما که ویدیو رو تو روزهای مختلف ضبط کردیم و اینکه برید حتما ببینید، لذت میبرید و حسابی عشق میکنید. هر سوالی هم داشتید تو کامنت ها برام بنویسین که مثلا چجوریه، هر سوالی راجع به خرید کلا هر گونه اسکوتری داشتین ازم بپرسین تا جایی که بتونم براتون حالا تحقیق میکنم، یا اگه خودم دانشش رو داشته باشم در موردش اطلاعی دیگه اولین ویدیو شما گیر ندین، هر اطلاعی داشته باشم بهتون میدم. خیلی مخلصم، مواظب خودتون باشید. برید ادامه ویدیو رو ببینید. My friends and relatives and etc. Okay. آقا امروز اینجا هستیم تا یه دونه آنباکسینگ داشته باشیم. آنباکسینگ خیلی خفن. اسکوتر نیو کیک اسکوتر KQi 3 Pro. Let me show how to open. از وقتی تو ایران خیلی رسمه، اوپس. همه چی افتادی، از ذوق خیلی زیاده. بچه‌ها پشت سرم خندیدن. عرضم به حضورتون که چاقو دست زرد خیلی رسمه تو ایران. این همون برگه رسیدشه از شرکت داچر که شرکت پستی این توی اتریشه. میریم که باز کنیم بریم توش چه خبره. Okay, the first one. Okay. Are you ready to see it? Okay. Anyway, it works. That's too big, guys. Have to put it here. It's too big. اینا رو پایین بذارم چون در بردنش واقعا کار سختی. That's too heavy, man. اینجا یکی چند یونولیک داریم برای محافظت از ضربه‌گیری از این. I will put it here. کاتالوگشه. And let me show other things. What is it? It's the power supply. Chargerشه. And I will open it from here. Yeah. It's the power. Okay. Oops. It's the power supply. New. And that's too big. خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. I didn't expect that. It's too heavy, man. What should I do? It is too very big. At first, من اینجا بذارم، جکشو بزنم. اوکی. خب میریم که کار نصفش انجام بدیم. اوکی. It is too big.
صدا میتونی کمکم کنی؟ It needs help. Okay. Voilà. نه اون خارش اشتباه نزدی. اینو بگیر یه لحظه. Thank you very much. بقولش انگلیسی میگم. خیلی ممنونم ازت. Okay. اینجا گفته یه چسبی داره باز شه. آره اوکی. دوستان عزیز ببخشیدم. بینندگان عزیز پشت کردم. اوکی. یا مرسی دست رو نکن تو. و این آقا خلاصه که همین دیگه چه چیز جدیدی داره من اینجا باید نشون بدم. باید بریم به استفاده. شارژ نه باید بزنم به شارژ. اوکی it's just this. نه قطع نکن. آقا دوستان اشاره میکنم که قطع کنید یا قطع نکنید. من میگم قطع نکنید. اینو باید با احتیاط ببرن. اوکی دستم بریدم دوستان، دستم بریدم اصلا ایراد نداره، ولی داره خون میاد. اوکی just it. برای پیچ داره باید دیگه چند تا پیچ داره. ویدیوهای بعدی رو بهتون نشون میدم ولی موقع استفاده از ازش. مرسی خداحافظ. اینم اسکوتر میلی KQi3 که بعد از 3 هفته تقریبا کار کردن باهاش و استفاده ازش خیلی راضیم، خیلی عالیه. تقریبا خود کمپانی گفته تا 50 کیلومتر ساپورت میکنه ولی تا 37-8 کیلومتر رو من ازش استفاده کردم و کار کردم. 25 کیلومتر سرعت میره. بله خب شما میتونید آنلاکش کنید و تا سرعت 37 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه. و اینکه البته اینم بگم که اگر این کار رو انجام بدید گارانتیش رو از دست میده چون به مدت 2 سال هم گارانتی داره و خیلی خفنه. توپق زدم. و اینکه همین مواظب خودتون باشین.